ایران میگوید شرایط امنیتی با سالهای گذشته متفاوت است و جریان‌هایی که او ضد انقلاب می‌خواند در حال نزدیک شدن به هم هستند. آیا مخالفان نظام این نزدیک شدن را در آرا و عملهای سیاسی خود نشون میدن؟ در این چشم‌انداز به سراغ جایگاه نیروهای مخالف نظام در سپهر سیاسی ایران خواهیم رفت. با درود به چشم انداز خوش آمدید. در این برنامه من کامیار بهرنگ به همراه بردیا گرشاسبی تحلیلگر سیاسی با شما همراه خواهیم بود. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید که با حمایت آمریکا جریان‌های مخالف نظام سعی در همگرایی و هم‌افزایی دارند. محمود علوی از برگزاری نزدیک به 64 همایش و نشست بین جریان‌های مخالف نظام در سال گذشته خبر داده که هدف آنها یکی کردن سطح مبارزه با جمهوری اسلامی. برای بررسی این همگرایی اینجا در استودیو عبدالله مهتدی دبیرکل حزب کمله کردستان ایران، داوود گریز از فعالان سیاسی و از طریق اسکایپ مهدی فتاپور عضو هیئت سیاسی اتحاد جمهوری‌خواهان و علی افشاری عضو هیئت سیاسی همبستگی جمهوری‌خواهان ایران با ما همراه هستند. اجازه بدید بحث رو با آقای مهتدی شروع بکنیم. آقای مهتدی، الان وزیر اطلاعات میگه 64 جلسه برگزار شده. شما سال هاست که در این جلسات شرکت کردید. آیا این 64 جلسه یک عدد بزرگیه که موجب این شده که وزیر اطلاعات بره به مجلس و گزارش بده، یا نه تحول دیگه‌ای موجب این شده که وزیر اطلاعات رو بر اون بداره که بیاد و هشدار بده که آقا باید مواظب شرایط باشیم؟ از دید شما چه اتفاقی افتاده؟ ببینید، این عدد 64 فکر کنم از ابداعات خود ایشونه و معنی خاصی نداره. من نمیدونم منظور چه نوع جلساتیه، ولی یک حقیقتی وجود داره و اونم اینه که از دی ماه سال گذشته که این جنبش اعتراضی بزرگ در ایران شکل گرفت، اپوزیسیون ایران چه در داخل و چه در خارج کشور هم یک تحرک جدید به خودش گرفته، فعالیت جدید، تحرک جدید، و هم یک نوع همگرایی یا ضرورت همگرایی بیشتر مطرح شده. به این معنی بله، اپوزیسیون حرکت جدیدتری به خودش داده. میشه ارزیابی کرد به نظر من هنوز نه همگرایی کافیه و نه اتحاد کافیه، نه تحرک کافیه. خیلی بیشتر از اینا باید کار بشه، ولی شکی نیست این اپوزیسیون البته از سالها قبل هم همواره مشغول بوده و بیکار ننشسته و فعالیت کرده، بستگی به نوع طرز فکرش. ولی بله، این حقیقت داره که در سال گذشته و از دی ماه به این سو اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون دموکراسی خواه ایران به این نتیجه رسیده که بایستی تحرک بیشتری به کارش بده و همگرایی بیشتری ایجاد بکنه. اجازه بدید همین بحث رو با آقای فتاپور هم ادامه بدیم. آقای فتاپور، شما چندی پیش بعد از جریانات دی ماه و اعتراضاتی که صورت گرفت در مطلبی اشاره کردید که 3 گزینه پیش روی جمهوری اسلامی هست. یکی آن که شرایط موجود رو حفظ بکنه، یکی آن که همزمان با مذاکرات خارجی اقتدار داخلی رو بیشتر بکنه و دیگری گذار به دموکراسی و تن دادن به اصلاحات. از دید شما آیا اصلاحات یا تغییراتی از اون دست که شما ازش نام میبرید موجبات ترس وزارت اطلاعات یا دستگاه جمهوری اسلامی رو فراهم میکنه که وزیر بیاد در مجلس و این صحبت ها رو بکنه؟ با اجازهتون راجع به این 3 شق من جداگانه صحبت میکنم و به این سوال شما الان میپردازم. وزیر اطلاعات کلاً مثل همیشه با بعضی فاکت ها، بعضی هاش میتونه درست هم باشه، به گونه‌ای و با مطرح کردن بعضی مطالب غیر واقعی تلاش میکنه که نتیجه گیری های علیه روندهای مثبت در جامعه ایران بکنه. ایشون از یک زاویه میگه اپوزیسیون تحرک پیدا کرده، نزدیکی‌هایی به وجود اومده، حرفشون درسته. ما در این دوره هم به دلیل تحرکاتی که در داخل کشور هست، مجموعه جریانات مختلف سیاسی، گرایش‌های متفاوت، تحرک‌های جدیدی از خودشون نشون دادن، موفقیت‌هایی در زمینه نزدیکی بوده
و تلاش‌هایی برای راهجویی برای اینکه در آینده ایران چطور میشه این مشکلات غلبه کرد و چطور میشه یک رژیم دموکراتیک، جمهوری، سکولار در ایران داشته باشیم افزایش پیدا کرده. مثلا اون چیزی که به خود بنده مربوطه و نزدیک هستم، به جریانی که ما بهش تعلق داریم، عملاً در این دوره جریانات جمهوری خواه ایران، اتحاد جمهوری خواهان، جمهوری همبستگی جمهوری عرفی و حقوق بشر که آقای علی افشاری هم در اینجا حضور دارن از مسئولینشون، جبهه ملی ایران، حزب چپ ایران تلاش کردند و عملاً با همدیگه یک همکاری نزدیکی شروع کردند و با هدف اینکه بتونن مجموعه جمهوری خواهان ایران رو همسو بکنیم ما و بتونیم با همدیگه وارد گفتگو بشیم و بتونیم یک سیاست مؤثری داشته باشیم در رابطه با تحولات ایران. خب داریم کار میکنیم. همینطور جریانات چپ، یک بخشی از جریانات چپ که به دوره گذشته به فدایان تعلق داشتن، جریانات اقلیت اکثریت موفق شدند مشکلات گذشته و نقارهایی که در اثر مسائل 40 سال پیش به وجود آمده بود برش غلبه بکنند و بخش بزرگی از کادراشون در یک سازمان تحت عنوان سازمان چپ متشکل بشن. اینها مسائلیه که موفقیتایی که وجود داشته، بقیه بخش‌های اپوزیسیون هم تحرکاتی داشتن، ولی ایشون در صحبتاشون یه صحبت‌های دیگه‌ای مطرح می‌کنند و تلاش می‌کنند که این جلوه بدن که این حرکت‌ها ارتباط با نیروهای خارجی داره. خب تکیه بکنند به برخی از نیروهایی که معتقدند حمایت یا نزدیکی با نیروهای خارجی میتونه راه حل مسائل ایران باشه و با استفاده از وجود برخی از این نیروها مجموعه اپوزیسیون رو مورد حمله قرار بدن و به همین دلیل صحبت ایشون چون اساسش بر این پایه استواره مثل همیشه فقط جنبه تبلیغی. ممنونم. آقای گلریز، این بحث رو نگاه بکنیم. شما نقدی رو در چند وقت گذشته مطرح کردید با این عنوان که اتحاد نیروهای مخالف جمهوری اسلامی لزوماً نباید یک اتحاد تشکیلاتی باشه و باید یک اتحاد گفتمانی باشه. اما الان داریم خب نمونهش رو آقای فتاحپور اشاره کردن، 40 سال یک سری مشکلات بوده حالا حل شده یا چیزی شبیه این، اما پیشتر از اون در انقلاب 57 هم به نوعی میشه گفتش این اتحاد گفتمانی بر سر اینکه چه نمیخواهیم شکل گرفته بود. چه فرقی آنچه شما الان بهش نقد دارید با آنچه که در سال 57 اتفاق افتاد وجود داره؟ ببینید خیلی سخت هست که بخوایم اتحادی رو مد نظر قرار بدیم، اتحاد سیاسی یا تشکیلاتی که در اون بخشی از احزاب تجزیه طلب، بخشی از احزابی که و سازمان‌هایی که دنبال استمرار جمهوری اسلامی هستند و گروه‌هایی که به دنبال ایرانگرایی یعنی آزادی و بازگشتن به شکوه و عظمت ایران رو در یک قالب داشت و تلاش‌های زیادی هم شد در این 40 سال که بشه این نوع اتحادها، همبستگی‌ها، همگرایی‌هایی رو به وجود آورد، ولی این تلاش‌ها سترونن و جواب نمیدن و یه خیالی خام هستن. حتی اتحادهای حول یک فرد، حول یک شخص جواب نمیده. راه حل چیست؟ راه حل این نوع اتحادها نیست. اتحاد عملاً اگر بخوایم به روح این واژه بخوایم نگاه بکنیم در حال حاضر در خیابان‌ها انجام میشه. کارگران هفت تپه از دانشجویان در داخل تهران حمایت میکنند که ازشون حمایت کردن در شعارها، بازنشستگان از کارگران فولاد در اهواز، معلمان اصفهان از اعتراض میکنن نسبت به آتش سوزی در زاهدان. چیزی که میبینیم اینه که همونجور که آقای مهتدی هم فرمودند، می‌بینیم که نیروهایی که در خیابان‌ها و به صورت میدانی هستند به هم نزدیک شدن، ولی راه حل سیاسی اون اتحاد سیاسی همونجور که عرض کردم خدمتتون نیست بین گروه‌هایی که نمیشه با هم اینها رو تلفیق کرد. راه حل همون راه حلی است که در انقلاب مشروطه، در انقلاب اسلامی و بعدش هم جنبش سبز به هر حال خودشون رو نشون دادن. راه حل این هستش که در انقلاب مشروطه بین 100 تا 300 انجمن جنبش مشروطیت عملاً این شبکه‌هایی شدند که تونستن قدرت به وجود بیارن. در انقلاب اسلامی هم اتحاد سیاسی روی نداد. خمینی تونست گفتمان خودش رو گفتمان غالب بکنه، قدرت سازی بکنه، وارد گفتگو بشه و بقیه همراه شدند. جنبش سبز به همین شکل. خمینی اگر 180,000 آخوند مرتبط بودن باهاش به صورت شبکه‌ها در شهرهای کوچیک تا کلان شهرهای بزرگ، در جنبش سبز بین 13 تا 23,000 کادر انتخاباتی با موسوی، کروبی و خاتمی در ارتباط بودن و تونستن اون تظاهرات 3 میلیونی در تهران رقم بزنن.
آینده ایران اگر نیروهای سیاسی این قدرت رو داشته باشن اتحاد شبکه هاست و تقویت شبکه هاست. شبکه هایی که الان خدمتتون عرض کردم از معلمان، بازنشستگان و غیره گرفته، ولی نه اتحاد بر مبنای حول محور یک فرد یا حول محور یک گروه هایی که به روی کاغذ کنار هم میشینن ولی هیچ نوع سنخیتی با همدیگه ندارن. در این میان سخن آخر، در این میان نقش شاهزاده رضا پهلوی به عنوان شخصیتی که منحصر فرد در پیوند دادن این شبکه ها که خدمتتون عرض کردم که ما عقبه تاریخی هم داریم، نقش خیلی مهمیه و به نظر میاد بعضی از گروه ها به این نقش به اندازه کافی توجه نمی‌کنن برای پیشبرد کار. در مورد حالا معیارهای اتحاد یا شخص یا گروه حتما می‌خوایم حرف بزنیم، اما اجازه بدید من در مورد حالا رهبری می‌خوام این سوال رو از آقای افشاری بپرسم. شما در مطلبی که چندی پیش نوشته بودید به نوعی رهبری رو و شرایطی که وجود داره رو به داخل کشور محول کردید و گفتید که نیروهای خارج کشور در واقع با فروتنی این رهبری رو به داخل واگذار کردن. آیا واقعاً فکر می‌کنید که نیروهای داخل نیازی به این ندارند که یک رهبری منسجم در خارج ببینن تا به نوعی بتونن اون رو به عنوان بدیل جمهوری اسلامی در نظر داشته باشن؟ ببینید، البته قبل از اینکه من به این سوال شما پاسخ بدم خیلی کوتاه در مورد صحبت‌های آقای علوی یه نکاتی رو اضافه بکنم به حرفایی که در این جلسه مطرح شد. ببینید، از یک منظر دیگه همیشه وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته نسبت به تحرکات اپوزیسیونی حساس بوده، سعی کرده اونها رو تضعیف بکنه. از منظری هم اینها رو به اصطلاح سعی کرده بزرگنمایی بکنه برای سیاست‌های امنیتی خودش و حفظ فضای پلیسی. این زاویه رو باید اضافه بکنیم که آقای علوی در این جلسه به دنبال افزایش بودجه وزارت اطلاعات هم در مجلس بوده و وقتی هم بزرگنمایی کرده در مورد اینکه وزارت اطلاعات داره چه میکنه و چه ها نمیکنه. اما مسئله اصلی این هستش که بعد از دیماه 96 موازنه قوای اجتماعی در ایران تغییر پیدا کرده، تعادل به یه نقطه دیگه ای اومده و همه چیز داره دوباره در دل این مبارزاتی که هست منتظر هستن تا این نقطه تعادل جدید مشخص بشه. تو این فضا هست که فرصت برای اپوزیسیونی که خواهان تغییرات ساختاری و گسترده سیاسی و تغییر جمهوری اسلامی است ایجاد شده و از اون طرف تحرکات نیروهای صنفی و اجتماعی تاکید میکنم هیچ کدوم از این گروه ها که در اسمشون اومد اینها مطالبات و خواسته های مستقیم سیاسی ندارن. اینها اگر مطالبات صنفیشون برآورده بشه برمیگردن به خونه هاشون، ولی به دلیل مشکلات اقتصادی متعددی که حکومت داره این توان و پتانسیل کم شده و نارضایی تراشی داره زیاد میشه. اینها همه به حال کمک کرده و به خصوص ناامیدی اونها از دو جناح اصلی حکومت فرصت برای رفتار اپوزیسیون ساختار شکن و خواهان تغییر جمهوری اسلامی. اما فراموش نکنیم اینجا اپوزیسیونل مطرح هست، یعنی رفتار اپوزیسیونی. ما اپوزیسیون واحدی نه در گذشته داشتیم نه الان. این یک امر تخیلی است. اپوزیسیون گرایش‌های مختلفی داره، به این نام خودشون رو مطرح میکنن. صرف اینم کسی خودش رو به این نام مطرح بکنه لزوما اون رو در این حوزه اپوزیسیونی هم قرار نمیده. یک شکاف‌ها در داخل اپوزیسیون کمتر از شکاف زیر مجموعه‌های اپوزیسیون با جمهوری اسلامی نیست. شکاف اصلی دموکراسی و غیر دموکراتیک هست. گفتمان‌هایی که به دنبال بازسازی نظام پادشاهی هستند، گفتمان باستانگرایی ایدئولوژیک هستند، ایرانگرایی امر انتزاعی خارج از تاریخ چند هزار ساله این کشور رو تبلیغ میکنه، اساسا در محدوده گذار به دموکراسی نمی‌گنجد. اما به صحبت شما برمیگردم. من می‌خواستم خواهش کنم در مورد این موضوع می‌خوایم مفصل صحبت بکنیم، خیلی سریع جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم. در مورد رهبری ببینید چند مسئله هست. یکی مسئله فنی هست. رهبری که از آسمان نازل نمیشه. رهبری از دل رابطه مستقیم از دل شرایط سیاسی و اجتماعی بیرون میاد. رهبری باید توانایی مدیریت و جلو بردن و بر اساس واقعیت‌های روز زمین داشته باشه و بعد هم بین اون و بدنه ارتباط ارگانیکی به وجود بیاد. بحث من این هستش که این رهبری در نهایت در دل همین مبارزاتی هست که در داخل کشور به وجود میاد.
در امر مدیریت کلانه‌ای میتونن نیروهای خارج و داخل با هم پیوند بخورن، ولی رهبری از خارج این امکان رو نداره. موضوع آیت الله خمینی هم یک استثناء بوده. در فرصت بشه من بیشتر در مورد صحبت خواهم. ممنونم. آقای مهتدی، همه گروه‌های خارج از کشور به نظر از این اعتراضات و اعتصابات داخل کشور دارن حمایت میکنن. البته همونجوری که آقای افشاری میگه هیچ کدومشون مطالبات سیاسی نداره، این همه مطالبات اقتصادیه. نه، در پس همش مطالبات سیاسی. این به هر حال یک مسئله‌ای که هست، برخی از کارشناسان امنیتی بر این باورن که اتفاقا همین اعتراضات موسمی و پراکنده باعث شده که حکومت به سادگی بتونه سر فرصت و با هزینه خیلی کم شناسایی بکنه عوامل رو و سرکوب بکنه و به همین دلیله که ما هیچ وقت نمیتونیم ببینیم یه قیام گسترده شکل نمیگیره. نظرتون در مورد این تحلیل چی؟ که میگم مثلا حتی تحلیلگرای CIA هم نظرشون به همینه، یعنی فکر می‌کنین یکی از راه‌های دوام حکومت ایران شده که چی یکی از راه‌های دوام، یعنی اینکه این قبیل اعتراضات به نظر میاد اپوزیسیون خارج از کشور خیلی ذوق زده شده که فکر کنیم مثلا اتفاقی میفته، همونطوری که عرض کردم با هزینه خیلی کم و سر فرصت کنترل کرده حکومت خیلی راحت اینا رو و هیچ اتفاقی هم نمیفته. همه رژیم‌های دیکتاتوری تا یه روز قبل از سقوطشون دارن کنترل میکنن دیگه. بنابراین هیچ کس، نه بنده نه شما نه هیچ کس دیگه نمیتونه پیش بینی بکنه که حتما، و کسی هم نگفته حتما جمهوری اسلامی سر فلان ماه یا فلان سال سقوط میکنه، جای خودش رو به یه حاکمیت دیگه میده. ولی همه مؤلفه های ضروری اجتماعی سیاسی در داخل جامعه ایران، در اعماق جامعه ایران وجود دارن برای اینکه ضرورت این تغییر رو به همه یادآوری بکنن. آقای مهتدی ببخشید، من اینجا یک سوالی برای من هست. شما بعد از این تحولاتی که در دیماه بود اون رو صدای انقلاب خوندین و بعد هم خواستار این شدید که یک تجدید آرای در نیروها، در واقع به معنی اینکه نیروهایی که مردمی هستند تجدید آرایش بکنن، پالایش درونی انجام بدن. آیا واقعا از دید شما الان به خصوص بعد از دیماه سال گذشته شرایط انقلابی است؟ نه، من نمیگم الان شرایط انقلابی است، ولی من میگم که همه عوامل ضروری برای تحول عمیق اجتماعی و تحول ساختار سیاسی کشور، برچیدن رژیم جمهوری اسلامی داره فراهم میشه، در کار فراهم آمدنه. چقدر شما به عنوان نیروهای خارج از کشور میتونید تاثیرگذار باشید؟ یعنی آیا نمایندگی این اعتراضات رو شما در خارج از کشور میبینید؟ اولا درست، من الان در لندن دارم با شما صحبت میکنم، اما ما خودمون رو یک نیروی خارج کشوری نمیدونیم. بدنه اصلی 90-95% بدنه اصلی ما در داخل ایران، در کردستان ایران و جاهای دیگه وجود داره و داره کار میکنه. ممکنه، میدونم خیلی جریانات هم صرفاً خارج کشوریان با مقداری ارتباطات با داخل، ولی بهتون اطمینان میدم که احزاب کرد از این نوع نیستن و دارای ریشه های عمیق در داخل خود جامعه ایرانن. در غیر این صورت نمیشد اون اعتصاب عمومی موفق وسیع رو در کردستان در اعتراض به اعدام رامین و در اعتراض به اون موشکباران ها و بمباران ها سازمان داد. این یک کار محلیه، یک کار میدانیه، کار اون شبکه هایی است که اینجا بهش اشاره شد. ولی همینجا من بگم این شبکه ها ضروری هستند، همیشه هم هستند، برای اینکه تحول در عمق جامعه ایران داره میاد بالا، شکل میگیره. ولی هیچ وقت این شبکه ها بی نیاز از یک رهبری سراسری نیستند. شما جنبش میدان تحریر رو در نظر بگیرید علیه حسنی مبارک، شبکه ها به وجود آوردن ولی کسی دیگه اومد با خودش برد، اخوان المسلمین بردند. برای اینکه اینطور پیش نیاد بایستی در کنار این فعالیتی که با شبکه ها میشه، تقویت اونا، به هم پیوستگی اونها، هم گفتمان کردن اونها، ولی باید تلاش کرد به تدریج مرجعیتی هم شکل بگیره. بنابراین آقای گریز، اتفاقا الان شما به نوعی هم با صحبت‌های آقای افشاری مخالفت داشتید که این اعتراضات صرفاً صنفی اقتصادی است و به نوعی اونها رو سیاسی میدونید.
فرض رو بر این بگذاریم که این تحولات یک اعتراضات سیاسی است و اون صحبتی که شما میکنید، اما این سوال مطرح هست چقدر شما به عنوان فعالان سیاسی خارج از کشور، حالا در طیف‌های گوناگون، چقدر تونستید تاثیرگذار باشید روی اون اعتصابات، اعتراضات و آیا فقط تاثیرپذیرید؟ ببینید، اجازه بدید من یک نکته رو اول مطرح بکنم در مورد موضوعی که شما گفتید، وضعیت انقلابی که از لنین گرفته میشه. اگر به مسائل ایران دقت بکنیم، 3 ابربحران وجود داره که این 3 ابربحران: 1 شکست مدل حکمرانی جمهوری اسلامی است، 2 عدم مشروعیت داخلی جمهوری اسلامی، یعنی مردم دیگه اعتقادی به اون معنا به پیام جمهوری اسلامی ندارن، و 3 انزوای خارجی. در هر سه مورد جمهوری اسلامی شکست خورده و هیچ راه حلی هم برای حل مشکلات نداره. وضعیت انقلابی وقتی به وجود میاد که مردم احساس بکنند که اون کسانی که در رأس قدرت نشستن دیگه نمیتونن اداره بکنن مملکت رو و نمیتونن مشکلاتشون رو حل بکنن و ما داریم به اون طرف حرکت میکنیم. در مورد موضوع داخل ایران، ببینید، یه ایده اشتباهی به نظر من شکل گرفت در این 40 سال و اون هم این هستش که آلترناتیو باید در خارج ساخته بشه، مهندسی بشه و این ارکستر سمفونیک آلترناتیو با یک رهبری عملاً بتونه مبارزات داخل ایران رو هدایت کنه، گذار رو مدیریت کنه و غیره و ذالک. من فکر میکنم این یک اشتباه خیلی بزرگیه و در حال حاضر هم خیلی سایه انداخته روی تحلیل‌های خیلی از تحلیلگران، چون عملاً در داخل ایران کسانی که در 7 تپه، کارگران اهواز، دختران خیابان انقلاب، معلمان، دانشجویان، کسانی که الان در صحنه هستن، آیا واقعاً احتیاج به مدیریت من و شما در خارج از کشور دارن؟ برای اینکه بدونن کی باید بیان توی خیابون و به چه شکلی بایستی اعتراضات خودشون رو انجام بدن. امروز خانواده کارگرانی که در حبس هستن دارن اعتراض میکنن. آیا این احتیاج به این داره که در خارج از کشور افرادی بشینن و اینها رو مدیریت کنن برای گذار؟ خیر. در خارج از کشور هدف و رسالت ما عملاً کار گفتمانی است، کار فکری است که نتیجهش هم این هست که بعد از 40 سال جمهوری اسلامی هنوز موجودیتش زیر سواله. آقای گریز، خیلی کوتاه، شما اگر چنین چیزی رو میگید، پس چرا بر این باور هستید که باید نقش شاهزاده رضا پهلوی رو در این میان به رسمیت شناخت و اون رو محور قرار داد؟ نه خیر، نگفتم محور قرار داده بشه ایشون به عنوان یک رهبر، چون من با رهبر فردی مخالف هستم، همونجوری که خود ایشون هم مخالف هستن. ایشون یک شخصیت منحصر به فرد در تاریخ ما که مردم ایران الان در حال حاضر، بخشی از مردم ایران، به خاطر این پیوندی که وجود داره با گذشته و اون نگاه نوستالژی که به هر حال وجود داره، ایشون میتونه نقش خیلی مهمی رو، و عملا این کارم دارن میکنن، بازی کنن اگر نیروهای سیاسی این فرصت رو بدن و این فهم رو به وجود بیارن که لازمه وجود ایشون پیوند دادن این شبکه‌هایی هست که من خدمتتون عرض کردم که منظورم شبکه‌های اجتماعی نیست، منظورم شبکه‌هایی است که نوع جدیدی از گروه و دسته‌بندی‌ها رو به جز اون احزاب گذشته انجام میده. من یه نقل قول بیارم از آقای فؤاد تابان که سردبیر اخبار روز هستن. ایشون از افراد چپ ایرانی هستن. ایشون میگن که احزاب چپ عملاً به دنبال اتحاد نیستن، از اتحاد گریزانن. این یه واقعیتیه. اجازه بدید، اتفاقا اینجا الان آقای فتاپور هستن. آقای فتاپور، شما از این اردوگاه اومدید و صحبتی که الان آقای گریز مطرح میکنن رو در مورد شاهزاده رضا پهلوی چقدر فکر میکنید میتونه محور یک اتحاد باشه و چقدر این صحبتی که مطرح میکنن که احزاب چپ از اتحاد گریزان هستن رو قبول دارید؟ ببینید، اولا که یک صحبتی رو باید که آقای افشاری صحبتشون تکیه کردند. ما در اپوزیسیون یک اپوزیسیون نداریم امروز، چند اپوزیسیون داریم و شرایطی که ما یک اپوزیسیون بود، یعنی مجموعه نیروها مرزها و تفاوت‌هاشون رو مورد نظر قرار نمیدادند، یعنی مسئله انقلاب بهمن که یک نیروی هژمونی اومد و همه نیروها رو دنبال خودش کشید، خب نتایجش رو ما دیدیم و باید این رو پذیرفت و این هم ایرادی نداره. ما اپوزیسیون‌های مختلف داریم و اینها با هم تمایز دارن. صحبت آقای گردیز یک جنبه درستی رو تکیه میکنن در جهت وجود جنبش‌های اجتماعی، جنبش مدنی، شبکه‌هایی که در جامعه وجود داره و اینکه جریان‌های سیاسی در صورتی میتونن مؤثر باشن که مبارزه‌شون و حرکتشون ارتباط داشته باشه، انطباق داشته باشه و تقویت این مبارزات باشه. طبیعیه این صحبت‌ها درسته. ولی که وقتی به عرصه سیاست میایم، به محض اینکه اینها وارد یک قدم بالاتر میشن، سمتگیری دارن.
جریانات مختلفی با سمتگیری‌های متفاوت، چپ، لیبرالی، دموکرات، مذهبی، مشروطه خواه، سلطنت طلب، غیره، تلاش میکنن اینا رو سمت بدن. بنابراین این عرصه دوم بحث ماست. و اون طوری که مطرح شد مثلا در صحبت امروز که فرض بکنیم به عنوان یک نمونه که آقای خمینی اومد هژمونیش رو اعمال کرد، نتیجه چی بود؟ یعنی اگر ما نتیجه این باشه که یک هژمونی میخواد خودش رو اعمال بکنه و تصور بکنیم جریانات سیاسی، این جریانات سمتگیری که در گذشته وجود دارن، اینها باید حذف بشن از صحنه به گونه‌ای که در این صحبت‌ها مطرحه، و در نتیجه جریانی که خودش رو انطباق میده با یک فرد، با محوریت یک فرد و با یک چهره‌ای که تصور میکنه مقبولیت عامه داره، این نوع نگاهی هستش که خب یک منافات داره با به وجود آمدن یک تحول دموکراسی در ایران. میتونه در یه سری کشورها موفق بوده ولی به این نتیجه منجر نمیشه. اون چیزی که در جامعه ما امروز وجود داره اینه که بخش بزرگی از جریانات سیاسی که معتقدن باید با جنبش اجتماعی تماس بگیرن، این جماعات چپ و جمهوری‌خواه، تلاش میکنند که بتونن گفتمانشون رو تقویت کنن، بتونن ارتباطاتشون رو تقویت کنن، بتونن تعامل کنن با نیروهای دیگه، بتونن ارتباط بگیرن و بتونن تاثیرگذاری بکنن. این کار باید صورت بگیره. بله. نکته دومی که در صحبت‌ها مطرح بود و در صحبت قبلی شما مطرح شد راجع به وضعیت کنونی، این که ما تصور بکنیم اون گونه‌ای که در جریان انقلاب، در جریان دیماه، بعد از دیماه، چند ماه بعد از دیماه مطرح شد و در صحبت‌های امروز هم هنوز مطرحه که ما در یک شرایط انقلابی به سر میبریم. این منجر به یک سری راهنمودهای توسط نیروهای سیاسی شد و میشه که اینها لطمه میزنه به جنبش. ما برای این ببخشید من صحبت شما رو مجبورم اینجا قطع بکنم چون سر این موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم. البته اینجا آقای مهددی و آقای گریز اتفاقا بحث بر سری بودش که آنچنان شرایط هم انقلابی به اون معنی که داشتیم نبوده. حالا سر این موضوع برمیگردیم ولی وقت کوتاه اجازه بدید بردیا سوالی رو داشت. من می‌خواستم از آقای افشاری نظرش رو بپرسم که اصلا با این موضوع موافقن که به هر حال نیروهای خارج از ایران بدون اینکه اصلا نقشی داشته باشن و تأثیری داشته باشن از یک سری مطالبات صنفی مصادره به مطلوب میکنن در واقع و این اتفاقاتی که در ایران افتاده، من میخوام بدونم به نظر شما همونطوری که گفتم حکومت ایران موفق بوده در کنترل این و به سامان آوردنش طوری که هیچ قیام سراسری متصور نباشه؟ موفقیت که نه. اگر موفقیت به این معنا هستش که این حرکت ها کل منتفی بشن، ادامه نداشته باشن، ما در یک سال گذشته شاهد بودیم که به شکل متناوب نه حالا مستمر این حرکت های تکرار شدن، بنابراین موفقیت نبوده. بازم برمیگردم بحث قبلی، من این نیروها رو، نیروهای اصلی اینها رو، شبکه‌های اجتماعی بگیم، اینا در از نیروهای جامعه مدنی هن، اقشار اجتماعی هن، گروه های صنفی هن، کارگر، معلم، به اصطلاح راننده کامیون، از این دست حالا و مطرح بکنیم. دانشجویان فرق میکنه از ابتدا یک نیروی سیاسی بوده، جنبش دانشجویی سیاسی صنفی هستش. اینها خواسته های اصلیشون صنفیه ولی حکومت در پاسخگویی به اینها عاجز شده. شرایط داخلی و خارجیش هم چشمانداز امیدوار کننده ترسیم نمیکنه که بتونه به نحو پایدار این را حل کنه. بنابراین اعتراضات هی بیشتر خواهد شد و چه بسا حکومت رو در خودش غرق میکنه. اما این اعتراضات به خودی خود برای ایجاد تغییر سیاسی کافی نیست. نیازمند یک نیروی سیاسی هست که پیوند بخوره، بتونه یک برنامه‌ای رو برای تحقق مطالبات این گروه ایجاد بکنه. اینجا یک میدان رقابت برای گروه‌های سیاسی هم هست، یعنی این در اکثر تجارب گذار به دموکراسی در دنیایی نبوده همه جمع بشن توافق کنن یه اتفاق بیفته. یک نیرویی که بهتر میتونه اون خواسته های اجتماعی، نیازها رو ارزیابی بکنه، رصد بکنه و متناسب با اونها برنامه ارائه بده، شرایط مساعد اجتماعی هم به نفعش باشه، اون به هر کار رو جلو میبره و به اصطلاح اون تغییر سیاسی رخ میده. در خارج از کشور من با شما موافقم، بخشی سعی کردن و حال اونو مصادره مطلوب بکنن، به اصطلاح جست رهبریشو بگیرن، خب منتفیه. اما ظرفیت مهم دیگه خارج از کشور حمایت، تقویت و بلند کردن صدای این خواسته های این گروه های بوده که حکومت اونها رو در تلاش هست سرکوب بکنه.
بنابراین به نظر من موقعی که اون نیروی سیاسی ایجاد نشده، من معتقدم رهبریش محوریتش با داخل، منتهی به این معنا نیست که خارج کشوری‌ها هیچ کاری نمیتونن بکنن، اونها میتونن یک ظرفیت‌هایی رو دارن. تا اون نیرو ایجاد نشه این اعتراضات اجتماعی نمیتونه به یک تغییر معنادار و بزرگ سیاسی تبدیل بشه. در پرانتز خیلی کوتاه هم بگم که به نظر من آقای رضا پهلوی من قبول دارم منحصر به فردن، به این معنا که 4 دهه منتظر السلطنه بودن، از ابتدا انگیزش این بوده که تاج و تخت در دست رفته رو بازیابی بکنه، ولی هیچ کدوم از نیروهای جامعه مدنی این شبکه‌های اجتماعی یک مورد بیارن که اشاره به ایشون داشته باشن. برعکس بوده، هیچ ظرفیتی برای آقای رضا پهلوی در این نیروها نیست. بنابراین آدرس به نظرم درستی. اجازه بدید ما بعد از این بحث رو ادامه خواهم داد، اجازه بدید فقط یک وقفه کوتاه داشته باشیم، تا دقایق دیگر با مهمانان برنامه بحث رو پیگیری میکنیم. با ما همراه بمونید. بخش دوم این گفتگو را که بیشتر درباره همکاری‌های علیم قاسموف با موسیقیدانان ایرانی است در هفته بعد می‌بینیم. تا اون موقع خوب و خوش باشید. آخر هفته با من صادق صبا، پنجشنبه در ایران اینترنشنال. این بخش خبری از ایران اینترنشنال خوش آمدید. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید اخراج فرزندان مقامات حکومت ایران در دست بررسی است. مایکل کوهن وزیر پیشین دونالد ترامپ به 3 سال زندان محکوم شد. مهمترین اتهام آقای کوهن مربوط به پرونده انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 است. آینده ترزا می نخست وزیر بریتانیا در گروه رأی‌گیری امروز در حزب محافظه‌کار است. I stand ready to finish the job. در سالهای اخیر نویسندگان ایرانی زیادی بودند که با رمان‌هاشون وارد دنیای ادبیات فرانسوی زبان شدند. نوشتن فقط یه چیز تکنیکی نیست. نوشتن در واقع تو زبون رو هم یاد میگیری، باش میری جلو. من به فرانسه و فارسی با هم کارو پیش میبرم. هر کتابی یکم اون کسی که مینویسه زندگی خودش میذاره توش. از شرق گذشته در ایران اینترنشنال. آگاهی، خبر و فراتر از خبر. ایران اینترنشنال. ممنون از اینکه همچنان همراه چشم‌انداز هستید. همونطور که دیدید در مورد صحبت‌های وزیر اطلاعات صحبت کردیم که میگوید با حمایت آمریکا جریان‌هایی که او ضد انقلاب خونده در حال همگرایی و هم‌افزایی هستند. در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال از شما پرسیده بودیم که آیا نیروهای مخالف جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خودشون مجاز به دریافت کمک خارجی هستند یا نه. تا دقایقی پیش در شبکه توییتر 74% گفته بودن آری، در شبکه تلگرام 81% گفته بودن آری و در شبکه اینستاگرام نزدیک به 64% گفته بودن آری. این سوال رو از مهمانان امروز چشم‌انداز عبدالله محتدی، داوود گلریز، مهدی فتاپور و علی افشاری هم خواهم پرسید. آقای محتدی، این سوال رو بپرسیم که آیا شما دریافت کمک برای پیشبرد اهداف خودتون رو مجاز می‌دونید؟ این دریافت کمک، حالا ما اون سوال که در شبکه‌های اجتماعی پرسیدیم جدا، ولی در سطح‌های مختلف کمک مالی است، کمک اطلاعاتی است و کمک نظامی. آیا شما حاضر هستید که برای مهمتر از همه اینا پشتیبانی سیاسی از جنبشی که جریان داره؟ بسیار. من می‌خواستم همین رو از شما بپرسم. در چه سطحی فکر می‌کنید نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور میتونن از دولت‌های خارجی کمک بگیرن؟ من فکر می‌کنم اگر
به اندازه کافی وحدت و اتحادی به وجود اومده باشه، مرجعیتی که بتونه کمابیش، حالا 100% هم نباشه ولی کمابیش نمایندگی گرایش‌های اصلی سیاسی جامعه ایران رو بکنه، از اعتبار و مشروعیتی، مقبولیتی، حداقل اگر انتخاباتی نیست مشروعیتش، ولی مقبولیت داشته باشه، پیشینه مبارزاتی داشته باشه، در پاکی و سلامت سیاسیش تردیدی نباشه. اگر این مرجع به وجود بیاد، به نظر من یکی از کاراش اینه خودش باید کفش و کلاه کنه، بره به پارلمان‌های مختلف، به دولت‌های مختلف، به رسانه‌های مختلف، به NGOهای مختلف دنیا مراجعه بکنه برای اینکه پشتیبانی بین المللی رو برای امری که داره جلب بکنه. این حرف خیلی غلطه. این نباید سراغ این تخم لقی که جمهوری اسلامی شکست توی دهن بقیه رفت که گویا این جنبش ها سرمنشأشون آمریکاست یا به تحریک آمریکاست یا انگلستان یا عربستان یا هیچ جای دیگه. غرب استکبار این حرفا نیست. این جنبش عمیق ترین ریشه هاشو در داخل خود ایران داره. مالباختگان و کارگران و معلمان و دانشجوها و کردا و بلوچا و غیره و ذالک، بازنشسته هایی که به خاک سیاه نشستن، این جنبش، این اقشار مختلف و این تنوع با این گونه‌گونی، با این گستردگی، با این اصالتی که و حقانیتی که تو خواستاشون میبینیم، غیر ممکنه اینا رو جای دیگه سازمان داده بشن. بنابراین دلیلی که شما میگید که آنچه که در دی ماه صورت گرفته صنفی نیست؟ نه صرف بیش از حد اینجا تاکید شد روی صرفاً صنفی بودنشون. من میگم که ببینید، خود اگر انقلاب کبیر فرانسه رو به عنوان یه نمونه اولیه انقلاب‌های دنیای مدرن بگیریم، خب اونم خواستاش اول اقتصادی بود. همه انقلاب‌ها خواستهاشون اول اقتصادی، اجتماعی، به یک معنی صنفی، اقشار مختلفی چنین خواستایی رو مطرح میکنن. نظامی که قدرت برآورده کردن اینها رو نداره، نه اینکه نمیخواد، هم نمیخواد و هم نمیتواند برآورده کند این خواستها رو، بنابراین یک جای در مقابل مردم قرار میگیره، حاکمیت در مقابل همه مردم. و توجه بکنید خیلی از این جنبشایی که صنفی، اقتصادی، اجتماعی نامیده میشه، متوجه افراد بخش خصوصی واقعی اونچنان نداریم ما تو ایران. اینها متوجه راندخاران دولتی هست این جنبش. بنابراین حتی از لحاظ اقتصادی هم نوک تیز حملش متوجه حاکمیت جمهوری اسلامی هست. ممنونم. آقای گوریز، شما چطور می‌بینید؟ آیا برای پیشبرد اهداف و به طور مشخص برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی آیا گروه‌های مخالف مجاز به دریافت کمک در حالا اون سطوحی که گفتم هستند؟ ببینید، اگر من فکر میکنم اگر اصل موضوع رو بذاریم روی اراده‌ای که در داخل ایران به وجود اومده و این اراده در داخل ایران تعداد حدود 5 تا 8 میلیون ایرانی خارج از کشور زندگی میکنن که به طبق آمار خود جمهوری اسلامی چند هزار میلیارد دلار فقط سرمایه دارن. اگر منظور از کمک پول باشه، من فکر نمی کنم که هیچ نیازی به هیچ کشور خارجی برای اینکه بخواد امکاناتی رو که لازم هست رو به وجود بیاریم ما داشته باشیم. در مورد روابط سیاسی هم اتفاقا کشورهای اروپایی و امریکا و بقیه کشورها هستند که نیاز دارن برای آینده خودشون و آینده خاورمیانه با نیروهای آینده ایران صحبت بکنن. از این جهت من فکر میکنم اگر پایه رو بگذاریم روی اینه که دخالت در روند مسائل داخل ایران نکنن، کاری که تا الان انجام دادن. ببینید، تا الان نیروهای خارجی در استمرار جمهوری اسلامی کوشا بودن. خیلی از این اصلاح طلبانه که در خارج کشور هستند توسط کمک‌های مالی این نیروهای خارجی هستند که دکون دستگاه برای خودشون باز کردن. اتفاقاً کافیه که نیروهای خارجی، یعنی کشورهای بیگانه، دخالت نکنن و اراده داخل در خارج خودش رو تبلور ببخشه و کافیه که این ایرانیان خارج با این سرمایه و با این امکانات که بیش از نیمی از اونها تحصیل کرده هستند و از موفق ترین مهاجرین در عمل میگیم در این کشورها هستن، کافیه که اینها دست به دست هم بدن بیان که ما هیچ کمکی، هیچ نیازی به کمک‌های خارجی نه از نظر اقتصادی نه غیر از اقتصادی نداریم. اراده داخل هست که در خارج اگر بدمه
خیلی کارا رو میشه پیش برد. در مورد صحبت آقای افشاری نسبت به آقای شاهزاده رضا پهلوی، اجازه بدید من یک جمله بگم. یاد صحبتی افتادم از اوتو بیسمارک، دولتمرد بزرگ آلمانی که آلمان رو متحد کرد قبل از جنگ جهانی اول و امپراتوری آلمان رو آورد. بیسمارک حرف خیلی قشنگی میزنه، میگه من در مقابل از خداوند تقاضا میکنم که منو در مقابل دوستانم محافظت بکنه، چون که دشمنانم رو خودم از پسشون برمیام. با یه همچین دوستانی برای اینکه بشه در ایران تغییر به وجود آورد و اینجور صحبت ها، من فکر میکنم که به جایی نخواهیم. توی نوبت بعد حتما در این مورد میخوایم صحبت بکنیم. آقای فتاحپور، شما چندی پیش در مطلبی که حالا بهش هم اشاره کردیم در آستانه چرخش تاریخی و وظیفه نیروهای سکولار دموکرات، یکی از حقوق پیش رو مذاکره در خارج و حکومت مقتدر در داخل دونستید. آیا فکر میکنید در همین راستا اگر قرار بشه مذاکره در خارج صورت بگیره از طرف جمهوری اسلامی، نیروهای اپوزیشن همزمان میتونن به روی کمک‌های خارجی حساب باز کنن؟ در رابطه با کمک‌های خارجی، قبل از اینکه بیام روی آلترناتیوهای مختلفی که من اونجا صحبت کردم، به نظر من تلاش‌هایی که صورت بگیره در جهت کمک خارجی گرفتن به طور مشخص از آمریکا و عربستان امروز، اینها مخرب لطمه میزنه به جنبش و سازمان‌ها و جریان‌هایی که این کار می‌کنند دیر یا زود دچار یک سمتگیری نادرست، سمتگیری که خارج از اراده خودشون باشه میشن و مجبورن تبعیت بکنن از سری اقداماتی. دلیلش هم خیلی روشنه. وقتی یک سازمانی که چند ده عضو داره بلند میشه میاد تمام مبناش رو میذاره روی امکانات مالی گسترده‌ای که میتونه از خارج از کشور بگیره و بر این مبنا میتونه فعالیتش رو گسترش بده، این یه رقابتی به وجود میاره بین این سازمان‌ها برای گرفتن این کمک خارجی و برای این موضوع اونها باید خودشون رو و سیاست‌هاشون رو به گونه‌ای جلوه بدن که بتونه مورد تایید اونها قرار بگیره و به همین دلیل ما می‌بینیم بین بعضی از سازمان‌ها مسابقه است در جهت تایید سیاست‌هایی که امروز آقای ترامپ پیش میبره یا عربستان در رابطه با ایران به صرف مخالفت با جمهوری اسلامی. مگه میشه یه جریان سیاسی دموکرات در ایران تصور بکنه که یک دولتی مثل دولت عربستان ممکنه در مخالفتاش نظرات مثبتی در ایران داشته باشه؟ وقتی مسابقه‌ای در این جهت صورت میگیره و یک همچین حرکتی رو ما میبینیم اینجور تایید داره در خارج از کشور، متاسفانه باید گفت این مسئله میتونه بسیار منفی باشه و به همین دلیل هم به طور قاطع باید از جهت کمک مالی، کمک‌های به اصطلاح مادی گرفتن از کشورهای خارجی به طور مشخص کشورهای مثل آمریکا و عربستان در شرایط کنونی امتناع کرد. بحث سیاست بحث دیگه است. جریانات سیاسی تلاش میکنن سیاست خودشون رو در سطح جهان، در سطح ایران گسترش بدن و تلاش میکنن نیروهای دیگه که احزاب، سازمانهای دموکراتیک، حقوق بشری و غیره رو متقاعد بکنن، پارلمان‌ها رو متقاعد بکنن که فلان سیاست یا بهمان سیاست در رابطه با ایران مؤثرتره و این خب طبیعتاً این کار درستیه و مثبتیه، باید صورت بگیره. راجع به آلترناتیوهایی که صحبت کردید، ببینید بنده معتقدم یکی از بزرگترین خطاهایی که در این دوره صورت گرفت این تصور بود که بعد از دیما وارد دورهای گذار و انقلاب شدیم. اینکه مردم ناراضی ان، به همین دلیل من عنوانش رو گذاشتم چرخش تاریخی، یعنی نارضایی ان مردم. اینکه مردم اعتماد ندارن به رژیم، درسته. اینکه رژیم نمیتونه مسائل اقتصادی رو در این شرایط جواب بده، درسته. اینا همه نشون میده ما تغییراتی لازم داریم. ولی در یک رژیم دیکتاتوری وقتی میگید شما موقعیت انقلابی یا موقعیت گذاره، عوامل دیگه‌ای لازمه. رژیم امروز قدرت سرکوب داره. تا زمانی که ما در شرایطی قرار نگیریم که این قدرت سرکوب مهار بشه، ما هنوز در موقعیت انقلاب نیستیم و باید برای رسیدن به یک شرایط مثبتی که بتونه تحول صورت بگیره باید تلاش کرد. نتیجهش این میشه که شما میایید در برخورد با مبارزات مطالباتی که در جامعه ایران وجود داره، مثل همین مبارزات کارگری، یه دفعه میبینید یک چنین سازمان‌هایی که اینجوری فکر میکنن یا افرادی که اینجوری فکر میکنن در همین تلویزیون‌ها صحبت میکنن که کارگرها بیاین مبارزه بکنین علیه رژیم، بیاین مبارزتون رو اعتراضی بکنید. یعنی خود اون مبارزه مطالباتی که جنبه در درون خودش خاص داره ولی در عین حال مخالفتی هست مورد رسمیت قرار نمیگیره. اون مبارزه که خاص این نیروهاست و در شرایط گذار میتونه صورت بگیره مورد تایید قرار میگیره. شما وقتی انقلاب در شرایط انقلاب در نظر میگیرید، مثل انقلاب بهمن در نیمه دوم، هر مبارزه‌ای صورت میگیره مستقیما علیه شاهه
ولی امروز مبارزه بخش بزرگی از مبارزات برای خاص معینه و ما هنوز در این مرحله هستیم. بسیار عالی. اجازه بدید وقت بسیار کوتاه آقای فتاپور، بعد متاسفانه مجبورم صحبت‌های شما رو قطع بکنم بنا به محدودیت زمان. آقای افشاری، خیلی کوتاه از زبان شما بشنویم، شما چگونه نگاه می‌کنید دریافت کمک از دولت‌های خارجی به هر شکلی برای پیشبرد راهبردهای اپوزیسیون خارج از کشور و به طور مشخص سرنگونی نظام جمهوری اسلامی؟ ببینید، من هم در زمینه دریافت کمک‌های مالی، نظامی، اطلاعاتی از سوی دولت‌های خارجی برای نیروهای سیاسی به شکل مطلق مخالفم. نمونه شما در خود آمریکا نگاه بکنید که چقدر حساسیت هست. اولا جرم هست، ممنوع است که یک حزب سیاسی کمک خارجی دریافت بکنه و همین الان حساسیت‌ها رو نسبت به دخالت روسیه در انتخابات دیده میشه. اون تا بحث پشتیبانی سیاسی با نظرات آقای مقتدی و آقای فتاپور موافقم. در شرایط خاصی که واقعا یک جریانی که مورد نظر به هر صورت اکثریت مردم ایران هست، اون میتونه خواهان حمایت این نیروها از خواسته های مردم ایران بدون مداخله باشه. منتها اون چیزی که الان هست، ما شاهد این هستیم که برخی از قدرت‌های خارجی در حال تلاش هستند که یک سری نیروهای سیاسی رو از اینها یک آلترناتیوی بسازن و این امر منفی هست و هم برای جنبش دموکراسی خواهی ایران خطرناک هست و هم برای روابط خوبی که بین به حال غرب و جامعه ایران بخواد در آینده برقرار باشه. من اگر فرصت داشته باشم چند نکته رو بگم. حالا این مثال رو من به بینندگان این برنامه میسپارم که اصلا ببینن خودشون قضاوت میکنن که واقعا ارتباطی وجود داشت بین این حرف یا نه. اما من یک چیز مهمتری رو میخوام بگم و اون این هستش که ما دشمن‌هایی در طول تاریخ داشتیم که این دشمن‌ها متحدهای راهبردی همدیگه بودن و به بقای همدیگه کمک کرد. به نظر من اون بخشی از اپوزیسیون که امروز در حال یک برخورد غیر واقع بینانه داره یا در تلاش هستش که یک شخصیت سازی کاذبی رو از آقای رضا پهلوی سیاسی ایران مطرح به عنوان یک کنشگر سیاسی ایشون حق داره، من از حقش هم دفاع میکنم، ولی که از اون